داداش تو زندگیت رفیق خوب داری که اگه یه روز برات مشکلی پیش بیاد، حالا از نظر مالی یا هر مشکل دیگه ای، کارتو راه بندازه؟ حالا رفیق خوب یه دونه دارم کلا. یعنی اگه الان بهش زنگ بزنی بگی 20 میلیون پول لازم دارم، مشکل برام پیش اومده، برات جابجا میکنه؟ پول که چیزی نیست، جونشو میده برام. خب یه زنگ به این رفیقی که میگی بزن، بگو 20 میلیون پول لازم دارم، مشکل برام پیش اومده، ببین ریاکشنش چیه. مشکل نداره، زنگ میزنمش. یه زنگ بهش بزنه ببین آقا چی میشه. الو. مامان جان سلام. سلام عزیزم، خوبی؟ حالت خوبه؟ قربونت برم. قربونت فدای تو بشم جانم. مامان میگم یه مشکلی دارم، خب بعد یه 20 میلیون به یکی بده کارم. خیلی بمیرم مادر، چقدرم کمه. آره میگم داری تو دست و بالت بدی بهم؟ مامان به خدا پول نقدی که ندارم، ولی یه خورده طلا دارم، اگه به دردت میخوره که بیا بهت بدم، فردا ببر ببین کدوم طلا فروشی. من قربونت که بفروش. من قربونت برم دیگه. میگم مرسی که همیشه هوامو داری، مرسی که همه جا پرچم داری میکنی. قربون چشات برم. مادر جان سلام. سلام. خوب هستین؟ مادر جان این یه چالش بود. ما به سرتون گفتیم که زنگ میزنه به بهترین رفیقش، به شما زنگ زدش. مرسی، ممنون، شما خیلی لطف دارید. سلامت باشید. سرتون خیالم راحت بشه که براش اتفاق. آره یه چالش بودش. آره یه چالش بودش. سایه‌تون مستدام، سرتون همیشه سلامت باشه. خدا نگهدارتون هم باشه. سلامت باشید. ممنونم ازتون. واقعا زندگی من دو سه تا پایه میچرخه. یکی لبخند مادرم، یکی نگاه مادرم، یکی دعای مادرم. به به آقا چه جمله قشنگی. سایه همه مادرای سرزمینم مستدام، سرشون سلامت، خدا نگهدارشون باشه. مادر همه جان و تنم،